السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تماشابینان محترم، نزد ما الان دو تا دارو است. این برای زنها و این برای مردها، کسانی که بیماری گمرای دارند. ان شاء الله تعالی بهترین دارو است. از خب چیزهای طبیعی تیار شده است، مثل سیاه‌دانه، مثل قسط هندی و دیگر چیزها تیار شده است. ان شاء الله تعالی که کدومی که از این بیماری شکایت داره میتونه که با رقم‌های تلفنی که در روی اکران هست با ما زنگ بزنه. خب برای مردها این 10 دانه داره درونش، همچنین برای زنها 10 دانه داره درونش. خب 5 تا 10 دانه داره. طریقه استفاده بردنش ان شاء الله تعالی با رقم‌های تلفن زنگ میزنین. خب میفهمونیم چطور استفاده میبرن. ان شاء الله تعالی کسی که از این گرفته است فایده کرده است میدانه. خب با کسی که لازم باشه ان شاء الله تعالی با رقم‌های تلفن با ما زنگ بزنین. ان شاء الله تعالی هم صحبت میشیم. خب نگفته نماند، هر ماه کوشش میکنیم که 5000 تحفه بگذاریم برای کسانی که از ما چیزها رو خریداری میکنن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.